در دایره برگزاری چهاربینی‌ها به افتخار استقبال ارزنده 30مین سالگرد جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان با تشبث ریاست کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، شرکت فعال زنان، رهبریت ناحیه وخش، نمایندگان یک قطار تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه، گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی در مجمع آفتابک ناحیه وخش، فورم زنان ولایت ختلان عاید به مسائل سیاست گندری جمهوری تاجیکستان به وقوع پیوست. رانا رحیمزاده سردار ریاست کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان با سخن شادباشی برآمد نموده اهل تالار و در سیمای آنها همه فعال زنان ولایت را با 30 سالگی جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفتند. ذکر داشتند که محض با شرافت برگزاری اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، سیاست سازنده و زحمت‌های بی‌سابقه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تاجیکستان از وضعیت نهایت حساس، پناهجوی دولت و پریشانی ملت رهایی یافته، ملک آباد و خلق کشور سرجم گردید. دوام 31 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سال برگزاری اجلاسی تقدیرساز ملت تازه‌کاری‌های عظیم در همه جبهه‌ها عملی گردیده. کشور ما تاجیکستان به دولت پیشرفته تبدیل یافت. سپس رئیس ناحیه وخش فکر و عقیده‌های خود را مربوط به سالهای نخستین صاحب استقلالی کشور، وضعیت نهایت دشوار سیاسی مملکت، زحمت‌های بی‌سابقه پرزیدنت مملکت، پیشوای ملت در جاده صلح آفری، تحکیم پایه‌های دولتداری نوین تاجیکان بیان داشتند. یادرس شدند که تاجیکستان برابر به دست آوردن استقلالیت به امتحان ننگین دور، جنگ شهروندی روبرو شد و خلق کشور در حالت یأس و ناامیدی قرار داشت. کسی با آینده ملت و دولتداری اعتماد و باوری نداشت. در چنین وضعیت مشکل برگزار گشتن اجلاسی تقدیرساز ملت و حل مسائل‌های مهم سیاسی، قبل از همه برقرار نمودن صلح و امنیت، تأمین سرجمعی ملت و یکپارچگی دولت از عمده‌ترین مسئله‌های دور محسوب می‌یافت که محض در این اجلاسی سرنوشت ساز حل و فصل کرده شد. در ادامه کاری فورم زنان ولایت ختلان همچنین دیگر اشتراکداران از جمله روزنامه‌نگار موفق دور سفرزاده اسلما فکر و عقیده‌های خود را عاید به اجلاسی تقدیرساز ملت، زحمت‌های پیشوای ملت و در ادامه دستگیری یافتن زنان و بانوان، تأمین برابری گندری، برابر حقوق زنان و مردان، بلند برداشتن موقع زن در جامعه بیان نمودند. ضمن برگزاری فورم اولین گنرال زنی مملکت سعادت امیرشایوا با شکرگزاری از فضای امن و ثبات کشور، حیات آسوده مردم سخنرانی نموده از لحظه‌های نهایت دشوار جریان برگزاری اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، تلاش و جانبازی‌های فرزانه فرزندان ملت به خصوص پیشوای معظم ملت در تحکیم صلح و ثبات مملکت اندیشه‌های خود را به میان آوردند. گفته شد که در وضعیت نهایت حساس، زمانی که دولت در ورطه نابودی و خلق در حالت پریشانی قرار داشت، زمام دولتداری را به عهده گرفتن پیشوای معظم ملت خود قهرمانی است. پیشوای معظم ملت در دوره‌های بعدی دوام 30 سالی سروری و راهبری نه تنها به مردم کشور صلح آوردند، بلکه در رشد و ترقیات، گلگوشکوفی دولت، زندگی امن و آسایشته مردم نقش بی‌نظیر گذاشتند. بخصوص در جاده بلند برداشتن مقام زن مادر در جامعه خدمت‌های بی‌سابقه نمودند که گواهی این گفته‌ها در وظیفه‌های راهبری کننده فعالیت نمودن صدها نفر زنان و بانوان فعال جامعه است. از جوانان امروزه التماس میکنم که هوشیاری سیاسی را دست ندهند. تاریخی که ملت ما دارد اینا نقض بآموزند و اون خطایی و اون چیزایی که هست برطرف سازند و البته آینده ما جوانان هستند و ما از آنها بینهایت امیدهای کلان داریم. نسل کلان سال ما بانوان شکرگزار از آن هستیم که در برابر مردها در تمام ساحه‌های گوناگون جامعه فعالیت و زندگی نموده ایستاده ایم. باعث افتخار است که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت تکیه به جوانان و بانوان دارند. بانوان هم در بغیر از رسالت مادری خیش با یک دل صاف، با یک مهر و محبت مادرانه به وطن و ملت خیش صادقانه خدمت نموده ایستادند. سردار ریاست کار با زنان و عائله ولایت نیز در ادامه کاری فورم عاید به دستگیری‌ها و
غمخوری‌های پرزیدنت کشور پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان یادرس شده قید داشتند که محض با شرافت دستگیری‌های پیشوای ملت با مقصد دستگیری دختران از مناطق دوردست کشور کوتای پرزیدنتی تأسیس داده شده امروز 122 نفر بانوانی که مؤسسه‌های عالی کشور را طریق کوتا ختم کرده‌اند در وظیفه‌های راهبری کننده ایفای وظیفه دارند. ما زنان و مادران جواباً به همه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت جوانان و نورسان را در روحیه اولاً وطن دوستی، صداقت داشتن به وطن، در روحیه ارج گذاشتن مقدسات ملی تربیت نماییم و نگذاریم که گروهی ناخلف، گروه افراطگرای فضای آباد و آسایشته تاجیکستان عزیز ما را خللدار سازد. علاوه بر این همه ساله با مقصد دستگیری صاحبکار زنان با تعداد 80 گرانت پرزیدنتی و مبلغ 2 میلیون سومانی جدا کرده می شود که نه تنها در رشد صاحبکاری بین زنان زمینه می گذارد بلکه در تأسیس یافتن صدها جایهای کاری و با جای کاری تامین شدن بانوان می گردد. بار دیگر ارج گذاشتن به خدمت‌های شایان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که امروز در سمت زنان و بانوان عموما در همه ساحه‌ها پیشروی‌های نظر است به نظر می رسد. در برابر همه این دستگیری ها و باوری های راهبر دولت ما نیز زنان و بانوان کوشش می کنیم که در همه پیشرفت ساحه های جمهوری تاجیکستان سهم نظررس خود را گذاریم. در ولایت ختلان نیز صاحبکار زنان از جانب رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت دستگیری می یابند و هر سال 21 گرانت رئیس ولایت و مبلغ 250,000 سومانی جدا گردیده توسط برگزار نمودن آزمون دسترس صاحبکار زنان می گردد. در قسمت دیگری کاری فوروم یک قطار فعال زنان که در پیشبرد ساحه‌های مختلف جامعه نقش سزاوار دارند با افتخارنامه ها قدرشناسی شدند. هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه وخش خاطر اشتراکداران را با پیشنهاد برنامه هنری مرتب از سرود و ترانه‌های وطن دوستانه شاد نمودند.